أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت چهارم.
خوش آمدی صفا آوردی ای قعقا، منزلم را مشرف نمودی. بفرما. برای خداحافظی آمدم. ابو موسی اشعری مرا در رأس لشکری به سوی مدینه مأمور کرده تا از امیر مؤمنان عثمان بن عفان در برابر آشوبگران دفاع کنیم. ابو موسی کار بسیار درستی انجام داده، اما بدان ای قعقا این آشوبگران اگرچه اشتباه کردند، باز هم آنها برادران دینی ما هستند. بسیاری از آنها نمیفهمند که چه کار میکنند. آشوبگران آنها را با خود برده‌اند و خود نمیدانند که حق با کیست. تلاش کن خونی ریخته نشود. امیدوارم مجبور به این کار نشویم ابا طریف. پروردگارا ما را از فتنه ها دور بگردان. آمین. گوش کن سایل، امیر مومنان از ما خواسته تمام اهل مدینه را، حتی آنهایی که او را معاصر کردند، اینجا جمع کنیم. برو و به همه خبر بده که امیر مومنان میخواهد امروز عصر همه همینجا در خانهش جمع شوند. چه سودی دارد سخن امیر مؤمنان برای گوشهایی که نمیشنوند و دلهایی که نمیفهمند؟ دل این مردم آرام نمیشود جز با شمشیر. اما نظر امیر مومنان این است که در دلهای آنها لا اله الا الله وجود دارد و شاید بتواند ایمان را در این دلها به حرکت درآورد. و که میداند شاید آنها پس از این انتظار طولانی خسته شده و دلهایشان آرام گرفته باشد. زود باش، آنچه از تو خواستم را انجام بده. زود باش. ای اهل مدینه، شما را به خدا می سپارم و از او درخواست می کنم پس از من جانشینی نیک برایتان قرار دهد و من به خدا قسم از این پس کسی را برای شما تعیین نمی کنم تا اینکه خداوند خودش درباره من قضاوت نماید. من این خوارج را از درب خانه‌ام نمی رانم و کاری نمی کنم که آنها بهانه‌ای برای تجاوز به دین و دنیای شما بیابند. خداوند خودش آنچه راضی است به انجام می رساند. پدر کار خوبی کرد که از ما خواست از خانه امیر مومنان حفاظت کنیم. به خدا قسم خواسته پدر را اجابت کرده و یک لحظه هم خانه اش را رها نمی کنیم. نگاه برخی از افراد که امروز عصر در مجلس امیرالمومنین حضور داشتند او را به شک انداخته و فهمیده که نقشه‌ای در سر دارند. اما از دست ما چه کاری برمی آید در حالی که اجازه نداریم با آنها بجنگیم؟ پدر دستور داده با آنها درگیر نشویم و از امیر مومنان اطاعت کنیم. اگر نگهبانان زیاد شدن چه کنیم؟ اگر بتوانید در را بشکنید ما پشت سر شما وارد می شویم. باقی اعراب نیز به ما پیوسته و مزاحمان را کنار می زنیم. اگر ابن اودیس و گروهش به خاطر اینکه بیخبر دست به کار شدیم عصبانی شوند چه؟ اگر عثمان را بکشید دیگر وقت ناراحتی از شما را نخواهند داشت. هرج و مرج همه جا را فرا می گیرد و کسی نمی داند این کار چه زمان آغاز شده است. میخواهی چه وقت حمله کنیم؟ تا نیمه شب منتظر بمانید سپس راه بیفتید. عموهای تان طلحه و زبیر نسبت به این گروه مشکوک شدند و ما را برای محافظت از امیر مؤمنان فرستادند. نکند ای حسن ابوالحسن از شما همان چیزی را خواسته است که پدران ما خواستند. بله عبدالله، درست همین اتفاق افتاده است. گوش کنید، اکنون که 4 نفر شدیم هر کس به یک طرف بایستد تا همه جا را تحت نظر داشته باشیم. حسن با من، تو هم هر کس را دوست داری برگیر. مگر کسی غیر از من هم باقی ماند؟ نمیخواهی با تو باشم؟ خدا در عوض یکی بهتر را نصیبم کرده. میدانی چه کسی؟ حسین ابن علی. بیا حسین برویم.
باید به خراس خبر بدهیم که آنها هرگز دست از نگهبانی بر نمی‌دارند. برویم. الحمدلله. دیدید که چهره امیر مومنان چقدر آرام شده است؟ ولی خوابی که درباره دیدارش با محبوبان تعریف کرد نگرانم کرد. من هم همینطور محمد. اینکه امیر مومنان جدم و ابوبکر و عمر را با هم دیده، به خدا قسم خواب عجیبی است. وقتی خوابش را برایمان تعریف می کرد، شادمانی تمام سیمایش را فرا گرفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرموده بود امروز افطار را با ما هستی ای عثمان. به همین دلیل این خواب مرا نگران کرده. این خیالات را رها کن ابن طلحه. بگو هرچه خدا مقدر کند آن می شود. برویم. خدا را شکر که سالم هستی هشام. آنچه همراه داری بیاور. راهی برای دستیابی به او وجود ندارد. تا وقتی این چند نفر از خانه‌اش مراقبت میکنن نمیتوانیم به آنجا نفوذ کنیم. شما را چه شده؟ آیا از کشتن یک نفر ناتوان شده اید؟ اگر از مردم عادی بود مشکلی نبود، ولی او خلیفه مسلمانان است. خلیفه مسلمانان ابن سبع. نمیتوانیم او را بکشیم مگر با همراهی اهالی بصره، کوفه و مصر. تکلیف من چیست که آنان تا به حال تصمیم قتل عثمان را نگرفتم؟ ظاهرا کار دشوارتر از آن بود که انتظارش را داشتیم ابن سبا. گفتی که حسن و حسین و همراهانش کنار درب خانه اش ایستادند؟ بله. زهیب، تو از اهل مدینه ای و بهتر از همه خانه ها را میشناسی. خانه عثمان درب دیگری هم دارد؟ نه. پس از کجا وارد شویم؟ راهی نداریم مگر اینکه چه؟ مگر اینکه از خانه همسایگانش نفوذ کنیم، زیرا درهایشان در خلاف جهت خانه عثمان قرار دارد. ولی اهل مدینه بعد از سخنانی که عثمان به آنها گفته با ما دشمن شدند. اگر این کار را بکنیم بهانه‌ای برای حمله به ما پیدا می‌کنند. پیدایش می‌کنی ابن سبع. پیدایش میکنی. این همان چیزی بود که شما را از آن میترساندم. آنقدر طول کشید که نباید میکشید. شما را نصیحت کرده بودیم که تصمیم خود را بگیرید و اکنون در چای سوسی خیش گرفتار شده اید. از یک طرف ابو موسی اشعری قعقاع ابن عمرو را به سویتان فرستاده و از طرف دیگر معاویه حبیب بن مسلمه را با 10,000 جنگجوی اهل شام. انتظار چنین چیزی را داشتم، ولی شما به من گوش نکردید. حجاج بیت الله را نیز فراموش نکنید، آنهایی که عبدالله ابن عباس را علیه شما تحریک کردند. لعنتی، از همه جهات محاصره شده ایم. همش به خاطر تردیدتان بود. ما متردد نبودیم، تردیدی نداشتیم. ما سعی داشتیم او خودش خلافت را رها کند و خونش را نریزیم. ما از میان انتخاب‌های دشوار می‌خواستیم بهترین را انتخاب کنیم. اکنون چاره چیست؟ نظرتان چیست که به دیار خود بازگشته و این کار را برای فرصتی مناسب بگذاریم؟ در این صورت بدترین انسان‌ها خواهیم بود. آیا هنگامی که فرصت یک وجب یا کمتر با شما فاصله دارد عقب کشیده اید؟ چقدر بزدل هستید. ولی بدانید اگر بازگشتید معاویه ابن ابی سفیان در خشکی و دریا هم دست از سرتان بر نمی‌دارد، همه را می‌کشد. ابن جبل راست میگوید. هیچ یک از صحابه ما را دوست ندارند. اگر اکنون رفتیم هیچ وقت نمیتوانیم بازگردیم. الان باید او را کشت و همینجا کار را تمام کرد.
خب همه تصمیمتان را گرفتید؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زید پسر عمر ابن خطاب اجازه ورود می‌خواهد. ای امیر. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. آرام باش ابا عبدالرحمن. امیر مومنان در مدینه تنها نیست. چگونه ابن قیس؟ چگونه آرام باشم در حالی که آنها چندین هفته در محاصره هستند و ما هیچ نمیدانستیم. به او گفتم ای امیر مومنان با من به شام بیا، زیرا در شام این اراذل جرأت هیچ کاری ندارند، اما قبول نکرد و گفت دنیا و ما فیها را با مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم عوض نمی کنم. گفتم حداقل اجازه بده لشکریان شام را برای محافظت از شما بفرستم. گفت نمیخواهم اهل مدینه اذیت شوند. گفت نمیخواهم اهل مدینه اذیت شوند. از آنچه که بیم داشتم رخ داد. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. چیزهایی شنیده ایم ابا عبدالرحمن. بله زید. آشوبگران مصر و کوفه و بصره امیر مومنان را محاصره کردند. عقلشان را از دست دادند؟ عقل آنها کاملا سر جایش است پسر فاروق، اما شیطان برای این فاسقان گناهانشان را زینت داده و بر علیه خلیفه شوریدند، بر علیه کسی که 2 بار داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، بر علیه ذوالنورین، بر عثمان صافدل، بر عثمان پاک نیت. نگران نباش ابا عبدالرحمن، هیچ کس جرأت نزدیک شدن به او را پیدا نمی کند. جدم علی ابن ابی طالب و دایی هایم حسن و حسین و همه صحابه آنجا هستند. امیدوارم این گونه باشد. امیدوارم این گونه باشد. امیدوارم. ای اهل مصر و ای اهل بصره و ای اهل کوفه، ما برای نصرت دین خدا آمده ایم، برای یاری برادران مظلوم خیش و یاری خودمان. عثمان بن عفان کسی است که احکام خدا را تعطیل کرده، حکومت را در میان خویشاوندانش نهاده و اموال مسلمانان را در میان دوستانش تقسیم کرده. او کسی است که در میان مسلمانان عدالت برقرار نکرده است و به پیمانش عمل ننموده. کسی که به وعده وفا نکند جزایش فقط شمشیر است. بدانید که طرفدارانشان از مکه و عراق و شام برای یاریشان شتافتند. پس آنها را به شمشیرهایتان بسپارید قبل از اینکه آنان شما را به شمشیرهایشان بسپارند. و بدانید که خداوند به شهید وعده بهشت داده و به زندگان وعده یاری. هر که خواهان خدا و روز آخرت است حرکت کند به سوی خانه عثمان و قبل از رسیدن یاری خدا باز نگردید. حرکت کنید به امید خدا. میدانی برادرم، گاهی افکار مرا به مکانهای دور میبرد. با خود میگویم ما در معرکه های بزرگ نصرت دین مانند هجرت از مکه به مدینه و نبرد با مشرکان در غزوه بدر، احد، احزاب و دیگر معرکه ها حضور نداشتیم. حضور نداشتیم زیرا هنوز متولد نشده بودیم یا اینکه کوچک بودیم. در دوران عزت اسلام بزرگ شدیم و آزار و اذیتی که اهل بیتمان در هجرت و جهاد و صبر در راه خدا کشیدن را نکشیدیم. ولی هنگامی که بزرگ شدیم مرد شدیم. خداوند بر ما منت نهاد و در فتوحات بزرگی چون فتوحات افریقا علیه روم غاصب شرکت کردیم و فتوحات طبرستان همین 5 سال پیش با همین شمشیر بله با همین شمشیر به فرمان امیر مومنان عثمان ابن عفان به صحرای افریقا رفتم و در راه خدا برای نصرت دین و انتشار قوانینش جهاد کردم. خدا تو را ببخشد. به گونه‌ای سخن میگویی که گویی با هم نبوده ایم. ببخشید، منظوری نداشتم، جمله‌ام را خوب ادا نکردم. در حقیقت همه اینها را مدیون این مرد هستیم که در خانه محاصره است. اکنون زمان آن رسیده که این شمشیر با دفاع از امیر مومنان عثمان صحنه دیگر از صحنه‌های افتخار را خلق کند. بیا برادر، طلحه و زبیر را منتظر گذاشته ایم. برویم برادر.
الله اکبر. بشتابید اهل مدینه، ای مردان بشتابید قبل از این گیر مرتدان به خانه امیر مومنان برسند. بشتابید اکنون وقت مرد فرا رسید. بی تو زنده نباشیم این امیر مومنان. امیر مومنان نخواهند رسید مگر از روی جسد ما. امیر مومنان اجازه نداده در خانش بجنگید. او میگوید آنها با اون مشکل دارند و این مسئله بین او و آنهاست. به خدا قسمش میدهم دوباره نزدش برو و کاری کن که اجازه جنگ به ما دهد. مرگ بر آنها نزدیک است اگر در را اگر اجازه درگیری صادر کنند به بدترین شکل ممکن از میان برشان می‌داریم. امیر مومنان شما را قسم داده که از خانش خارج شوید و با آنها تنهایش بگذارید و چون اطاعت از او واجب است باید بیرون بروید. آتش، مراقب آتش باشید. مراقب باشید. قسم امیر مومنان فقط درون خانه بر ما واجب است. بیرون میروی و با آنها میجنگی. نمیتوانیم وارد خانه شویم. لعنت بر آنها، از ورود به خانه عاجز مانده‌اند. بگو ببینم خانه ای که از آن میتوان به خانه عثمان نفوذ کرد کجاست؟ دنبالم بیایید. نتوانستم بکشمش. شمشیر را که بالا بردم تا او را بکشم، او قرآن را بالا گرفت و گفت قرآن بین من و شما قضاوت می کند. لعنت بر شما. عثمان کشته شد.
باید فرار کنیم. به دادمان برسید، امیر مومنان را کشتن. به دادمان برسید، امیر مومنان را کشتن. امیر مومنان را کشتن. امیر مومنان را کشتن. ای مردم، امیر مومنان را کشتن. این چه دفاعی بود که از امیر مؤمنان کردید؟ وای بر شما! چگونه عثمان کشته شد در حالی که شما کنار خانه‌اش بودید؟ پروردگارا، من از خون عثمان اعلام براءت می کنم. پروردگارا، من از خون عثمان اعلام براءت می کنم. پروردگارا، قاتلان عثمان را لعنت فرما. پروردگارا، قاتلان عثمان را لعنت فرما. چه میگویید؟ میخواهید بروید؟ پس میخواهید چی کار کنیم؟ نکند میخواهی منتظر بمانیم تا بیایند و قصاص خون عثمان را از ما بگیرن ها؟ ما راهی جز رفتن نداریم برادر. با این کار از جان ما حفاظت میکنیم. میخواهید هم پیمانان خود را رها کنید؟ هنوز خون عثمان تازه است. مردم خشمگین هستند و تا انتقام خویش را نگیرن آرام نمیشوند. اگر هم پیمانان ما این را درک نمی کنند، ما برای سلامتی خودشان آنها را به حال خود رها می کنیم. راستش به نظر من بهتر است تو هم با ما بیایی. فکر می کنم این گونه همه در امان می مانیم. در تصمیم گیری شک نکنه ای ابن ملجم. تردید تو به قیمت سرت تمام می شود. باشد، با شما خواهم آمد. اما حکیم ابن جبل را با شما نمی بینم. او اینجا می ماند؟ او اولین کسی بود که رفت. آنها قبل از همه به سوی بصره راه افتادند. لعنت بر شما خائنان! لعنت بر شما! او را کشتید و برکنارش نکردید! لعنت بر پستی و وقاحتتان! او را کشتید، کنون نشستید برای او گریه میکنید؟ قومی وقیح تر از شما ندیدم. خائنان، فاسقان، خائنان، لعنت بر شما! هر کدام از شما احساس گناه کند گناهکار است. ما برای نصرت دین ما او را کشتیم، نه چپاول بیت المال مسلمین. او را کشتیم تا حق به صاحبانش بازگردد. و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، هر کس هم راضی نیست، او را پیش عثمان میفرستیم. پیش به سوی مدینه ای قوم، پیش به سوی مدینه، به سوی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. توقع نداشتم کار به قتل امیر مؤمنان برسد. میگفتم
نهایت کاری که کنند این است که خسته شده و به قبایل خود باز میگردند. مخصوصا برخی از آنها دست از محاصره کشیدند. گفتیم همه چیز در حال درست شدن است. هنوز اتفاقی که افتاده را نمیتوانم باور کنم. پروردگارا در حق عثمان کوتاهی کردی. پروردگارا در حق عثمان کوتاهی کردی. نمیتوانم باور کنم. چگونه مسلمان میتواند برادر مسلمانش را بکشد؟ چگونه میتواند در برابر شمشیر بکشد؟ آیا دین پیامبر صلی الله چنین است؟ به خدا قسم نه ابو هریره. محمد صلوات الله علیه از این قوم بیزار است. پروردگار آنها را در دنیا و آخرت لعنشان کن. پروردگارا به خاطر آنچه در حق امیر مؤمنان کردن لعنشان کن. یا الله و یا رب. بخشش و صبر و سخاوت و بزرگواری را اینجا دفن می‌کنی. پرهیزکار را اینجا کسی را دفن می‌کنیم که زمینیان قدر او را نزد اهل آسمان ندانستند. گواهی میدهم 4 نفری بودی که وارد اسلام شدی. تو رهبر نیکان و شهید رفتگانی. خار باد کسی که تو را خار پنداشت و پیروز باد آن که تو را یاری داد. و گواهی میدهم که 2 بار هجرت کردی و رسول الله صلوات الله علیه 2 دخترش را به ازدواجت درآورد. ذوالنورین. خدا ذوالنورین را رحمت کند و منزلی نیکوتر از منزلش بدو عطا فرماید. خداوند امیر مومنان را رحمت نماید.
مظلومانه شهید شد. خدا رحمتش کند. ترجیح داد مظلومانه بمیرد تا مسلمانان دچار فتنه نشوند. او خونش را در این راه ریخت. پدر را دیدی که چگونه اشک ریخته و او را می ستود؟ کیست که ندیده باشد؟ می گفت گواهی می دهم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها تو را به بهشت بشارت داده است. چشمان تمام کسانی که در خاک سپاریش حاضر بودند را اشک فرا گرفت. آن هنگام که پدر گفت گواهی می دهم که قرآن کریم را تو جمع آوری کردی، تو پیشوایی فروتن اشکبار و شجاع بودی. او چگونه میتواند چنین چیزی نسبت به برادرش نگوید؟ آن کسی که تا آخرین قطره خونش از خون مسلمانان دفاع نمود. این فراق کوتاه بین محبوبان است. از خداوند میخواهم ما و او را در مجلس راستین خود جمع بفرماید. پروردگار آمین. بله ابن ابی بکر، با امیر مومنان علی ابن ابی طالب بیعت میکنیم و تا زمانی که مطمئن شویم همه با او بیعت کرده اند همینجا میمانیم. نظر درست همین است مالک. چه کسی از ابوالحسن برای این امر شایسته تر است؟ هیچ کس، ولی برخی از اهل بصره طرفدار طلحة ابن عبیدالله هستند و برخی از اهل کوفه به زبیر ابن عوام تمایل دارند. دوباره اختلاف شروع شد؟ نترس، تعدادشان اندک است. شمشیر من و قومم منتظر اشاره ابوالحسن هستند. کسی نمیتواند از او پیشی بگیرد. شنیدم او برخی از اهل مصر و کوفه که برای بیعت نزدش رفته بودند را از نزد خویش رانده است. آنها فقط عجله کردند، در حالی رفتند که هنوز عثمان دفن نشده است. میترسم وی خلافت را قبول نکند اشتر، زیرا عمویم علی ابن ابی طالب زبیر و طلحه را خیلی دوست دارد. اجازه بده پیش بینی نکنیم و منتظر بمانیم که ببینیم چه می شود. به سخنانم خوب گوش کنید. نمیخواهم بر شما شمشیر بکشم، زیرا در خانه‌ام هستید و در حرم شهر رسول الله صلوات الله علیه. تا زمانی که یاران رسول الله در مدینه هستند شما چه کاره هستید که برای بیعت با من به اینجا آمده اید؟ شاید گمان کردند با شهید کردن امیر مومنان می توانند همه کاری تمام مسلمانان شوند. گوش کنید، امر خلافت به شماها هیچ ربطی ندارد و اما کشتن امیر مومنان بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش شما را محاکمه خواهیم کرد و هنگامی که کارها سامان یافت و خلیفه معین شد به حساب شما هم رسیدگی میکنیم. ما شمشیر به دست آماده ایم، حال هر چی میخواهید انجام دهید. اگر بیم آن نداشتم که مردم بگویند ابن زبیر بی دلیل مردم را میکشد، این خانه را قبرستان آنها میکردم. اکنون رهایشان کن. باید ببینیم صحابه چه تصمیمی گرفتند، سپس یکی یکی به خاطر قتل امیر مومنان به حسابشان میرسیم. برو پسرم، همه اصحاب را به اینجا دعوت کن به جز علی و فرزندانش. اطاعت پدر. هنوز خون خلیفه خوش نشده است. مردم در انتخاب خلیفه بعدی عجله دارند. چیزهایی پیش آمده که عقل از درکش عاجز است، ولی گمان میکنم بهتر است در انتخاب خلیفه شتاب کنیم. جایز نیست امت بی رهبر بماند تا مبادا هرج و مرج ایجاد شود. راست گفتی حسین، برای پیشگیری از فتنه انتخاب خلیفه اکنون خیلی ضروری است. بیشتر مردم به خون قاتلان امیر مومنان تشنه‌اند. هم اکنون هر لحظه امکان درگیری وجود دارد. ولی خلیفه مظلومانه شهید شده. آرام باش برادر، بنشین تا کمی آرام بگیری.
قصاص خون خلیفه به گردنمان است. بعد از این پدر هنوز منتظر است ببیند نظر صحابه چه می شود. منتظر میمانیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گروهی از اهل بصره آمدند و میخواهند با شما بیعت کنند. یاوه‌گویان بصره میخواهند خلیفه تعیین کنند؟ یک لحظه صبر کن. به خدا قسم افرادی چون شما لایق شمشیر هستند. ما همه نظرمان مانند توست ای اشتر. تنها ابوالحسن شایسته این مقام است و تا هنگامی که کارمان تمام نشود باز نمیگردیم. اما برخی به زبیر و طلحه تمایل دارند. به هر که تمایل دارند داشته باشند. ما غیر از علی هیچ کس را نمیپذیریم. اگر طلحه و زبیر قبول نکردند چه؟ به خدا قسم شمشیرهای من پس از قتل عثمان هنوز خشک نشده. هر کس از فرمان ما سرپیچی کند او را هم خواهیم کشت. نمیفهمم اینها از چه جنسی هستند؟ گمراهیشان حدی ندارد. هنوز چند ساعت از شهادت خلیفه نگذشته و آنها در پی فتنه‌های بیشترند. بیشتر. وقتی برای بیعت نزدم آمدن چیزی نیافتند جز شمشیر. همچنین نزد پدر من علی ابن ابی طالب نیز به بدترین شکل آنها را از خود راند. خدا به همه شما جزای خیر داد و به پسرموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. با این وجود باید در انتخاب خلیفه مسلمانان عجله کنیم. همینطور است سرور انصار. پس از آمدن صحابه به اینجا همین کار را میکنیم و به خواست خدا از اینجا بیرون نمی رویم مگر بدانیم چه کسی خلیفه ما خواهد بود. چه کاریست ام علی؟ به جای اینکه صبر کنی و اجرش را از خدا بخواهی گریه میکنی؟ ندیدی با امیر مومنان عثمان چه کردن حسین؟ فقط به کشتنش بسنده نکردن، به زنانش نیز هجوم برده و انگشتان همسرش نائله را بریدن و اموالش را دزدیدن. خودت را ناراحت نکن. جزای تمام کارهایی که کردند را خواهند دید. فردا که دایی معاویه خبردار شود از قصه خواهد مرد. به خدا قسم اندوه داییت بر عثمان بیش از ما نخواهد بود. اما ما به صبر توصیه شده ایم. قضا و قدر خدا بوده و کاری نمیتوان کرد. مرا ببخش حسین، من نتوانستم خودم را کنترل کنم. خدا تو را ببخشد ام علی. برخیز و وضو بگیر و 2 رکعت نماز بخوان تا آرام شوی. ابا عبدالرحمن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چهرت می درخشد ابن فاروق. چه خبر نیکی برای من آورده ای صحابه رسول خدا؟ الحمدلله. اصحاب رسول الله صلوات الله علیه خلیفه را انتخاب کردند. به خدا از رسول الله صلوات الله علیه شنیدم که فرمود صلی الله علیه و سلم هر آن کس که بمیرد و در گردنش بیعت نباشد بر مرگ جاهلیت مرده است. صحابه ابوالحسن را به عنوان خلیفه خویش انتخاب کردند. در میان مسلمانان کسی شایسته تر از وی برای خلافت وجود ندارد. پدرم بیعت را پذیرفته؟
منظورم این است که خودش ترجیح می‌دهد وزیر باشد نه امیر؟ بیعتشان را قبول کرده. برای اینکه امت دچار تفرقه و فساد نشوند گفته باید بیعت صحابه با او در ملأ عام و در مسجد باشد. خدا پاداش نیکش دهد و او را در این مسئولیت دشوار یاری نماید. بیایید به مسجد برویم و همراه دیگران با او بیعت کنیم. توکل بر خدا. برویم. ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه في العينين صلى عليك الله يا سيد الثقلين شعت من بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين والحق في الثقلين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسن